ز لذت شرب مدام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیره دان که دلش زنده شد بهش، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نام ما زیاد به همدن چه میبری، خدایا دان که یاد نیاری ز نام ما. لذت شرب مدام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیره دان که دلش زنده شد بهش، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نام ما زیاد به همدن چه میبری، خدایا دان که یاد نیاری ز نام ما. لذت شرب مدام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. خوشگله همه چی اینجا. خیلی خوش اومدین خانم سیا به برنامه. یکم درباره خودت برام میگی بیشتر باهاتون آشنا بشیم؟ خواهش میکنم. سیا هستم. به طور حرفه‌ای کار خوانندگی رو از 2016 شروع کردم. شروعش از مسابقه استیج بود. بعد اون اولین کار حرفه‌ای رو به نام عاشقی در 2017 دادم بیرون و تا الانم کم و بیش به هر حال کم کار هستم، اونقدر زیاد پرکار نیستم، ولی به هر حال کار رو آهنگای مختلف رو میدیم بیرون. خب ترانه ساقی رو خوندین، درباره این ترانه برامون میگین؟ من آهنگ ساقی ساقی حامد نیکوی رو همیشه خیلی دوست داشتم، خیلی هم گوش میکنم. از ایشون پرسیدم، ایشون خیلی لطف کردن، محبت کردن، اجازه بازخوانی این آهنگ رو به من دادن و امیدوارم که اینقدر خوب اجرا کرده باشم که ایشون راضی باشن و بینندگان عزیز. قبل از اینکه شما برین
برای امشب شما یک سوغاتی داریم، یه هندونه بهتون میدیم که ببرید برای یلدا. والا من از راه دور اومدم، اگه ممکنه چمدونم هم جا نیست، اگه ممکنه به جای هندونه یه دونه انار بهم بدین. انار؟ گفتی انار که نازنین افتادم، همکارمون رفته ببینی که اصلا انار خاصیتی داره، به درد چیزی میخوره.